به زبان ساده بخوام بگم که پروژه IO.NET چه کاری قراره انجام بده، این پلتفرم به جای اینکه شرکت‌ها بیان به اصطلاح خودشون بیان سیستم‌ها و سرورهای گرون بخرن و دستگاهی حالا پردازش گرافیکی بالا بخوان هزینه کنن که بتونن توی زمینه هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین فعالیت کنن و بخوان حالا یه سرمایه‌گذاری خیلی زیادی هم جذب کنن، بخوان پروژه هاشون رو پیش ببرن، به جای همه این کارا میتونن از قدرت کامپیوترهای پراکنده حالا پلتفرم IO.NET استفاده کنن. یعنی هر کسی که یه کارت گرافیکی داره، یه کارت گرافیکی قوی داره، تو شبکه IO.NET فعالیت کنه و از این سیستم پول در بیاره با همون کارت گرافیکی که داره، و اونی هم که نیاز داره از کارت گرافیک بیاد از کارت گرافیک اون شخص توی پلتفرم IO.NET استفاده کنه و در بابتش حالا یه هزینه یه توکن IO رو پرداخت کنه. این کار باعث میشه هزینه‌های پردازش هوش